خوب بینم دا اینجا چی گپای تلویزیون بینم چی یک عائله نوجوان هنگام عقد نکاح بستن در هندوستان با یک مشکلی ناچیز روبرو میشوند. هنگام عقد نکاح بستن داماد ما را با سنایپر در پیشانیش میپرانند. عروس نازنین ما این حالت را دیده خیلی در حیرت میافتد، اما این قهرمان‌های ما را منع کردن نمیتوانند و آنها باشد نکاح را دوام میدهند. نوابسته با چنین حالت دهشتناک این دو نوجوان عاشق به خوردن شروع میکنند و نوابسته تیر در پیشانی داماد ما میخندد. این لبخند دو جفت نوجوان را ببینید. کمی پس آنها با ماشین به سیر و گشت میبرند و سابق عروس نازنین ما میخواهد که از مزه ککاس بهره ببرد در نزد یک ککاس فروش میایستند، اما متاسفانه ناگهان ککاس از دست ککاس فروش پریده به سر عروس نازنین ما میزند که باعث جنبش مینه سر میشود. داماد نوجوان ما نگاه نکرده به سوراخی تیر اسنایپر در پیشانی خود اول عروسی سر به ککاس خورده خود را به بیمارخانه میبرد و حتی رد میکند یاری طبیبی آن را برای خود، زیرا برای او از همه مهم این سلامتی همسرش میباشد. ساخرو برون نبرایم بو